پدرشون شما هستید؟ بله شما هستید. مادرشون؟ مادرشون خب این جوان چند وقت اینجوری؟ 14 ساله. 14. بله. ایشون چی حس میکنن؟ هیچ 14 ساله همین جوره. یعنی جسمش هم حس نمیکنه؟ همینطور رو تخت خوابیدن دیگه، از این تخت به اون تخت. بعض موقع کسال چیزی هم میرسونن، سرما چیزی میخورن، دکتر میاد بالا سرشون دارو مصرف میکنن. من با خبیاش الان 14 سال است که پرستاری ایشونو به عهده گرفتم. من منتظری جناب عالی بود، خدا امین خیلی منتظرتون افتخار میکنه. من مقدم ما به شما خواهش میکنم، ما کوچیکش ما به شما، به این خانم و این جوانها که اینجور فداکاری خدا سایه شما رو سر ما کم نکنه، سر ملت ما به شما افتخار میکنیم. خواهش میکنم. حالا یه دقیقه بیشینیم همینجا خواهش مزاحمش نمیشیم اینجا. نه خواهش میکنم. ایشون صدا و نور و اینا ناراحت نمیشه؟ نه حتما؟ بله ایشون چشماش باز میکنه؟ بله حالش خوب باشه آزاد. شنوایی هم داره؟ گفتن یه وقتایی لبخند هم میزنه. بله. اسمش چیه؟ محمد تقی. محمد تقی. ایشونو بیا باشم. ایشونو بیاردی؟ محمد تقی ایشونو بیا. ایشونو بیا. در آستانه بهشت، دم در بهشت، بین دنیا و بهشت قرار داده شده. خوشا بخانه، خوشا بخانه، خوشا بخانه، خوشا بخانه. نگهداری اون صبح و فرده کسی نتونست بالا سرش بره. صبح رسوندن بهش به اصطلاح بیمارستان منطقه 2 اهواز. اون موقع که من رفتم تلفن کردن یه طرفش فلج شده بود، با هواپیما فرستادن بهش اصفهان. اینجا در عرض 25 روز آجا هم به اصطلاح بلعش اسکار افتاده، هم زبونش اسکار افتاده. قبل از اون زبانش کار میکرد؟ بله زبان صحبت میکرد. بعد دیگه بعدش از کار افتاد، زبانش از کار افتاد. بله 2 ساعت ما جا به جاش میکنیم. حالا شب باشه روز باشه برامون فرق نمیکنه. بله روزی چند مرتبه با گوله با صابون شسته میشه با این سونی مردیز با لوله با گواش. بله یعنی الان 13 ساله گواژش داریم میکنیم. آب میوه 2 ساعت به 2 ساعت زور مادر میفرستید توی معده‌اش؟ بله مستقیما. بعد شب آخرین آب میوه با داروشه که میدیم این سون رو در میاریم. 2 مرتبه صبح اولی میزنیم، 2 مرتبه کارمون شروع میکنیم. بله این کاری این 13 سال کار بزرگیست، کار پررنجیست. انشاءالله که خدا متعال اجر و ثواب او را همون قرار خواهد داد. خدا به شما سلامتی بده. به حق محمد آل محمد و به تفضلات حضرت ولی عصر شفای این جوان رو هم به شما نشان داد. بهبود این جوان رو هم به شما نشان داد. خیلی ممنونم. لطف کردیم به استان اصفهان تشریف بردیم، لطف کردیم به منزلی ما تشریف بردیم، ما رو سرفراز کردیم. بعدم بدون تخم چشیم خدا کنه زیر سایه امام زمان شما سالهای سال عمر کنید. من مدت‌ها پیش من شنیده بودم وصف این جوان و شما ها. خیلی ممنون. دلم هم میخواست که یه وقت اگر اصفهان آمدم بیام حتما. کلمه به چشم. خدا میدونه ما 2 بار تو زندگیمون خوشحال شدیم.
یه مرتبه اون موقع که امامون تجربه بردن از پاریس، یه مرتبه الان که شما تجربه بردید خدا میدونه. ما این 2 مرتبه تو زندگی شادی ها به خودمون دیده، به خانواده انشالله که به تمام ملت ایران شادی های بزرگ رو به طور فراوان و مستمر بر دل شما بخواد. خیلی ممنون. خدا سلامت به شما به جای این رنج طولانی که در این چند سال کشیدید. من نمیدونم والا، من زبونم دیگه نمیده عاجز شدم، تا قول گرفتم نمیدونم چی بگم. خدا بدونه. اسمش چیه بزن؟ محمد کریم. چند سال چه؟ متولدی 49 بعد الان 31 سالش شده. ازدواج که نکرد؟ نه خیر. این آقایون هم فرزندان تو هستن؟ ازشون بله. بیشتر از ایشونه؟ بله. ایشون پشتیشون هم دار. ایشون سومی هم دار. بله. غیر از این کار البته. غیر از این کار من شغلم کفاش بودم. یعنی الان 34 سال کفاش بودم. موقع که ایشون جان باز شدن تو بیمارستان بودن، این آقا بالا سرشون بودن 14 سالشون. بعد ایشون روز بیمارستان سری داداششون بودن، من شب سری کار میرفتم تا صبح. همین به اصطلاح خونه رو میگردوندیم، هم دوکونه میگردوندیم. وارد دوکون زور کنم برمیستر بالاخره یه سندر از اونجا برد، یه سندر از اونجا 100,000 منطقه شب زندگی مداری نیستن. خدا رو شکر راضی. انشالله روز بود.